دوستان سلام. با شما از مراد دوستان چی خیلی ما مهاجرا رو از کار در روسیه پیش کرده ایستادن. Сука, серьезно? Наши деньги? На, серьезно. Ты не верил. Не верил, нет. دوستان президент روسیه ولادیمیر ولادیمیرویچ پوتین از 28 مارس تا 5 اپریل روزهای استراحتی اعلام کرد. از سبب کرونا ویروس همه میتونن در خونه بشینن ولی پولها رو گیرن. این گفته‌های پرزیدنت بود، اما ما هیچ چیز نمیگیریم. برای چی؟ اینا صورت رو بینید، ما رو با چی کار مجبور کردن در کار ما باید نویسیم. بینید اینا اینجا نوشته شده است من از 28 مارس تا 5 اپریل با خواهش خود از کار میروم. اینا دوستان حتما در خونه نشینید، دست و روی همه رو بشویید، کمتر به بیرون مغلقت کنید، برای که کارهای استرویکا کسی که در استرویکا کار میکنن همه 100% ولی که کسانی که در کارهای جمعیتی کار میکنن مثل در کافه ها، رستوران ها، فیتنس کلوب ها و دیگر جایهایی که با مردم کاروبار دارند همه از کار رفته ایستادند یا که از کار پیش کرده ایستاده است. از کار هیچ جا رفتن نمیتونید، برای که اگر دیگر جور میروم گوید اگر دیگر جورها شعبه کادرها وکانسی رو قلف کرده است، هیچ کس کار با کار دیگر در آمدن نمیتونه. برای همین دوستان خود را احتیاط کنید.